گزارش های تلگرام. امروز میخوایم طریق تلگرام را به شما یاد بدم. شما چگونه میتوانید پاسپورت از طریق تلگرام درست کنید. خود استاد زیاد مزاحمتان نمیشم دیگه. میریم داخل اینستاگرام. چینل ما را لایک کنید و سابسکرایب کنید. خلاصه بر قدم اول میاییم تلگرام خود را باز میکنیم. تلگرام خود را باز کردیم، بالای تلگرام خود را باز میکنیم، بالای پاسپورت کلیک میکنیم. وقتی تلگرام خود را باز کردیم، بالای پاسپورت کلیک کردین، اینا همه‌اش را پاسپورت از چیزا میده. از طریق تلگرام شما میتوانید به دست بیارید. اینجا نوشته است از وارزگان، هم اینج پیام داده خیلی بچه‌ها. اینجا است وارزگان، یا هر پاسپورتی از مالستان و جاغوری از هر جای باشه اینجا پاسپورت چی بوش نه نتیجه نشان میده.